اگه هنوز نمیدونی شام چی درست کنی که هم خوشمزه باشه هم سریع و راحت آماده بشه، این غذا بهترین گزینه برای توئه. این غذای سنتی مازندرانی بسیار پرطرفداره و فوق‌العاده خوشمزه است و با بادمجون درست میشه و نیازی به گوشت و مرغ هم نداره. همراه FM کوک باشین تا بریم با هم درستش کنیم. امروز میخوام براتون ملا قرمه درست کنم که مواد لازمش 2 عدد بادمجون، 4 عدد گوجه، 2 عدد پیاز و 4 الی 5 حب سیر هستش. پیاز هامون رو نگینی و ریز خورد میکنیم. داخل تابه کمی روغن میریزیم و اجازه میدیم داغ بشه. بهش پیازامون رو اضافه میکنیم و منتظر میمونیم تا پیازها کمی سبک و طلایی بشن. بعد از پیاز نوبت بادمجونه. بادمجونا رو سرشو جدا میکنیم و با پوسکن شروع به پوست کندن میکنیم. چون قرار نیست بادمجون‌ها ریز بشن، از وسط نصفشون میکنیم و هر 2 قسمت هم به 2 قسمت دیگه تقسیم میکنیم و در نهایت نگینی درشت برش میزنیم. بعد از اینکه پیازهامون سبک و طلایی شد، بهش بادمجونامون رو اضافه میکنیم. اگر احتیاج داشت مجدد بهش روغن اضافه کنید. از همین ابتدا میتونیم بهش ادویه‌هامون که شامل نمک، فلفل و زردچوبه هست رو هم اضافه کنیم. بریم سراغ گوجه ها. گوجه ها رو میشوریم و هر کدوم رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم و مجدد مثل بادمجون این 2 قسمت هم به 2 قسمت مساوی دیگه تقسیم میکنیم و همون جوری به حالت درشت شروع به بریدن میکنیم. عزیزان، برامون جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ بادمجون هامون که نرم شد بهش گوجه رو اضافه میکنیم. چهار حب سیرمون رو هم به مواد اضافه میکنیم و شروع به مخلوط کردن میکنیم. بیشک حمایت شما باعث دلگرمی ما برای آموزش‌های بعدیه. حالا یه قاشق رو به گوجه اضافه میکنیم و چاشنی اصلی ملا قرمه که نعنا خشکمونه. 1 قاشق غذاخوری نعنا خشک اضافه و هم میزنیم.
خوب که مخلوط شدن بهش 1 لیوان آب اضافه میکنیم و درشو میذاریم و اجازه میدیم بپزه و آبش کشیده بشه. اینم از ملا قورمه خوشمزمون که امیدوارم درستش کنید و از طعم محشرش لذت ببرید. لطفاً برای حمایت از ما کانال FM کوک رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.